انواع پنجره‌های موجود در نرم افزار SPSS. نرم افزار SPSS دارای 4 پنجره اصلی و چندین پنجره فرعی است. پنجره‌های فرعی پنجره‌هایی هستند که در مواقع ضروری برای ویرایش اطلاعات پنجره‌های اصلی از آنها استفاده می‌گردد و به تنهایی ماهیت یک پنجره مستقل را ندارند. پنجره دیتا ویو اولین پنجره اصلی است که در مورد آن توضیحاتی ارائه می شود. این پنجره محیطی برای ورود داده ها به نرم افزار و انجام ویرایش بر روی داده هاست. شکل این پنجره را در اینجا مشاهده می فرمایید. کاربر در اولین ورود به نرم افزار این پنجره را مشاهده می نماید. بسیاری از اوقات داده های اولیه برای انجام تجزیه و تحلیل ها در محیط نرم افزار مناسب نیستند و کاربر داده های خام را وارد نرم افزار نموده و در این محیط از طریق امکانات منوهای مختلف این پنجره ویرایش نموده و آماده ورود به جعبه های گفتگو برای اجرای دستورات آماری می نماید. این پنجره دارای یک پنجره فرعی با نام وریبل ویو است که در قسمت پنجره های فرعی به محتویات و وظایف آن اشاره خواهد شد. پنجره بعدی ویور یا آوتپوت نام دارد. این پنجره که از آن به عنوان پنجره خروجی ها یاد می کنند، محیطی است که کاربر در آن نتایج تجزیه و تحلیل های نرم افزار را مشاهده می نماید. نمای این پنجره را در تصویر مشاهده می فرمایید. کاربر در این پنجره علاوه بر مشاهده خروجی ها و نتایج تجزیه و تحلیل های آماری در قالب جداول، نمودارها، خطاها و توضیحات می تواند با استفاده از امکانات این پنجره نسبت به ویرایش خروجی ها اقدام نماید. این پنجره دارای یک پنجره فرعی به نام چارت ادیتور می باشد که محتویات و وظایف آن در قسمت پنجره های فرعی بیان می شود. پنجره بعدی پنجره سینتکس نام دارد. این پنجره یک محیط متنی است که امکان برنامه نویسی را با زبان نرم افزار SPSS فراهم می نماید. کاربر می تواند با توجه به نیاز خود با آشنا شدن با زبان برنامه نویسی در محیط نرم افزار از امکانات برنامه نویسی در این محیط و اجرای آنها بهره گیرد. شکل این پنجره را در تصویر مشاهده می فرمایید. در حال حاضر با توجه به توانایی‌های زیاد نرم افزار در استفاده از منوهای تحت ویندوز از کاربرد پنجره سینتکس به منظور نوشتن برنامه به صورت متنی و اجرای آن برای گرفتن نتایج کاسته شده است. پنجره بعدی پنجره اسکریپت نام دارد. این امکان را به کاربر می‌دهد که بسیاری از خصوصیات پنجره‌ها و تنظیمات صفحات را مانند رنگ، اندازه، فونت و خصوصیات دیگر را از طریق نوشتن و یا تغییر اسکریپت ها در SPSS به دلخواه تغییر دهد. نمای این پنجره را در تصویر مشاهده می فرمایید. کاربران با توجه به سلیقه و نیاز خود می توانند با تغییر دادن هر یک از اسکریپت ها که در پوشه محل نصب نرم افزار به همین نام موجود است، نسبت به اعمال تغییرات مورد نظر خود در شکل ظاهری هر یک از پنجره ها و خروجی ها اقدام کنند. نرم افزار SPSS این توانایی را دارد که در پنجره دیتا ویو بتواند 10,000 متغیر را با 2 میلیارد عنصر وارد نماید. به طور مثال می توان اطلاعات 10,000 متغیر یک جامعه آماری را برای 2 میلیارد عضو آن جامعه وارد نرم افزار SPSS نمود و مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.